نوبتی در کرنر صداش کار با میکند دوور و همین طریق ما با استرالیا مساوی بازی میکنیم و راحت با جام آسیا 2024 رو به دست میاریم. در برابر دسته چین که صاحب 4 خال شد، دسته منتخب تاجیکستان هم صاحب 4 امتیاز میگردد و بار دوم در تاریخ خودمون با جام آسیا به دست میاریم. اکنون که در ورزشگاه اعلام گردید و مردم فهمیدند که این نتیجه برای ما قناعت بخش است، خرسندی میکنند و شادی مینمایند. از ماه اپریل تا مای ما دومین مراتب پای هم در جام آسیا 2023 برآمد خواهیم کرد. این از نشان دهنده رشد فوتبال تاجیک. وقتی که زمانی پیشتر ما مشکلی ها داشتیم، ما نمیتوانستیم با مسابقه های قهرمانی پیوسته و موفقانه روخت پیدا نماییم. اکنون باشد دسته منتخب تاجیکستان در تماشای آن خواهد بود که از برادران بزرگسال خود که در سال 2022 متاسفانه چندان موفقانه برآمد کردن نتوانستند نتیجه بهتر را در جام آسیا نشان بدهند. از سال 2013 شروع شده است برگزاری جام آسیا میان منتخب‌های تا 23 ساله. در 4 مسابقه پای هم رو خط پای به دست آوردن نتوانستیم. در 2 مسابقه آخرین باشد ما توانستیم که موفق بگردیم. واقعا بازی ارزنده و سزاواری فوتبال بازی منتخب تا 23 تاجیکستان در مقابل استرالیا امروز واقعا جشن فوتبالی ما است. اما گفتن که ما بداهتاً یا غیر چشم داشت راحت را به دست آوردیم، خطا است. بله در بازی مقابل لاوس مشکلی ها به چشم رسیدند، اما در نهایت کار در بازی مقابل استرالیا بازی بهترین نشانده شد و ما ارزنده صاحب امتیاز گردیم. گرچند که استرالیا زینه اول را اشغال کرد، ما با امتیازهای برابر به دست آوردیم و تنها حسابی تناسبی توپ‌ها از مقام دوم راحت پیدا کردیم در مرحله نهایی جام آسیا. اینش برای مهم است، چون توی دیگر فرق نداره. میاداری بیان میکنم فوتبال با کل مخلصان برای دستگیری کردن، برای آمدن به اون دو رقابت و مخلصی کردن بازیگران ما در ورزشگاه این بنیاد مهم است، چون که قید کردم ملت ما ملت ورزشی است، ورزش دوستدار است. در بسیاری از کشورها در بازی‌های دسته‌های 23 ساله اینقدر مخلص زیاد جمع نمی‌آید. بیش از 12000 مخلص این زمان در ورزشگاه مرکزی جمهوری اسلامی قرار دارند و با دل شاد، خاطر جمع اکنون مخلصان آهسته آهسته می‌توانند که به طرف برآمدگاه ورزشگاه روند. ما باشیم تماشاگران عزیز در اینجا گزارش مستقیم خود را به انجام رسانیم. برابر کشور که این بازی رو برای شما شهر دادم.